با دستگیری از دستور سپارش‌ها و هدایت‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به کمک نمودن به شخصان نیازمند و قشر کمبیزایت جامعه، یتیمان، معیوبان، پیرانسالان، بپرستاران از جانب دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی و مکتب اینترنتی به نام ارگش یماقوی ناحیه شهر توز ولایت ختلان کمک مادی رسانیده شد. در این زمینه رکتور این مؤسسه عالی تعلیمی اهل‌دین عبادالله‌زاده از مکتب اینترنت کودکان یتیم دیدن نمود. ریاست دانشگاه به یتیمان این مکتب اینترنت کمک مادی یک دفعینه از جمله 10 خلطه کارتوشکا، 10 خلطه پیاز، 50 کیلوگرم سبزی، 100 کیلوگرم مکرون، 50 کیلوگرم برنج، 120 کیلوگرم روغن، سبزیجات و میوگی‌ها، نوشاکی‌ها، 30 کیلوگرم گوشت و انواع مختلف شیرینی‌ها و دیگر محصولات رسانیده شد. همزمان در دایره تشریف رکتور دانشگاه بهر این کودکان یتیم خانه مخصوص ایدانه آراسته شد. اهل‌دین عبادالله‌زاده رکتور دانشگاه ضمناً اظهار داشت که در سیاست خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دستگیری و کمک رسانیدن به یتیمان و معیوبان یکی از سمت‌های مهم سیاست اجتماعی دولت به حساب می‌رود.